اما فصل 3 ژنتیک. آقا ژنتیک رو ایشون کشف کرد، آقای مندل. و ژنتیک بچه علم صفت شناسیه، علم صفت شناسی. حالا صفت چیه؟ صفت چیزی که پدر مادر به ارث میرسه، مثلا رنگ چشم و نمیدونم حالت مو و رنگ مو، اینا میشه علم صفت شناسی یا بحث ژنتیک. اما تیره شدن پوست در معرض قرارگیری آفتاب، چیزی که ما خودمون کسبش میکنیم، این دیگه ژنتیک نیست، صفت نیست. پس ببین اینا نیست ولی اینا هست. آقا کروموزوم ما اینجا داریم بچه‌ها. کروموزوم یه بخشی داره به نام کروماتید، یعنی از 2 تا کروماتید میتونه تشکیل شده باشه یا یک کروماتید، بستگی داره. اگر این شکلی باشه بهش میگن کروموزوم مضاعف شده یا کروماتیدهای خواهری یا کروموزوم 2 کروماتیدی، اسامی مختلفش که در محلی به نام سانترومر به هم وصله. اینی که اینجا میبینید کروموزومیه که مضاعف نشده، یا دختریه یا تک کروماتیدیه، دیگه 2 کروماتیدی نیست. اما کروموزوم همتا هم ما داریم بچه‌ها. اگر یک کروموزوم علاوه طول، اندازه، قد شبیه کروموزوم دیگه باشه بهش میگن کروموزوم همتا. این در بدن انسان ما 22 جفت کروموزوم غیر جنسی داریم که 2 به 2 به هم شبیهند، یک پدر یک مادر، 2 پدر 2 مادر، که از پدر مادر به ما به ارث رسیده است. خب مثلا شما فکر کنید کروموزوم مادره، این کروموزوم چیه؟ پدر هست. نکته این که اینجا مطرحه اینه آقا روی کروموزوم یک سری ساختارها هست، یک سری ژن ها هست که اینا تعیین میکنن مثلا رنگ چشم چی باشه. ژن تعیین کننده رنگ چشم که به اینهایی که صفت تعیین میکنن، یک صفت رو ایجاد میکنن، میگن الل یا آلل، حالا فرق نمیکنه، الل درسته. ژن تعیین کننده مثلا رنگ مو، ژن تعیین کننده حالت مو، ژن تعیین کننده رنگ پوست، به اینا میگن آلل یا الل، که اینا روبروی هم رو کروموزوم‌ها قرار میگیرن. مثلا اگه کروموزوم شماره 2 باشه اینم باید 2 باشه که اینا با هم رابطه آللی برقرار بکنن. خب ببین انواع مختلف، مثلا ژن تعیین کننده رنگ مو میتونه مشکی باشه، قهوه‌ای باشه، حالا هر چی. پس این مهمه. از اون مهمتر اینه که ما بدونیم آقا ما یک سری صفات داریم، مثلا گروه خونی. 2 تا گروه خونی داریم، گروه خونی RH، گروه خونی ABO. RH باعث مثبت منفی شدن گروه خونی میشه. ABO هم که گروه خونی رو مشخص میکنه، مثلا A مثبت، مثلا AB یا O. ببین نگاه کن، ژنوتیپ داریم و فنوتیپ توی سال 12. ژنوتیپ و فنوتیپ چیه؟ بچه‌ها ژنوتیپ اینه که هر چیزی که ما می‌بینیم بنویسیم به صورت حالا حروف انگلیسی. فنوتیپ میشه حالت بروز یافته که اینجا مثلا توی آلل ها یا الل گروه خونی RH دی بزرگ نسبت به دی کوچیک غالبیت داره، برتری داره. پس اونی بیان میشه که چی باشه؟ برتر باشه. اینجا مثلا دی بزرگ 2 تا دی بزرگ کنار هم، خب گروه خونی میشه مثبت. اگر 2 تا دی کوچیک کنار هم باشه میشه منفی. اگر دی بزرگ در کنار دی کوچیک باشه اونی برتره که حروف بزرگه که میشه دی مثبت، یا همون گروه خونی میشه مثبت. پس ببینید فنوتیپ حالت بروز یافته اون به صفت. ژنوتیپ آقا شما بیا بنویس اون ژنشو بنویس که تغییر ناپذیره، یعنی ژن دیگه، ژنی که ثابت. خب این از این. بچه‌ها اگر 2 تا حرف انگلیسی شبیه هم باشن میگن خالص، و اگر فرق کنن با هم یعنی دی بزرگ و دی کوچیک باشن میگن ناخالص. ژن و الل گروه خونی RH در کروموزوم شماره چند قرار میگیره؟ 1. بچه‌ها گروه خونی RH با 2 تا الل، دی بزرگ دی کوچیک. اگر دی بزرگ باشد گروه خونی مثبته، یعنی یک پروتئینی پدید میاد، یک آنتیژن رو قشای گلبول قرمز هست که باعث مثبت شدن میشه. ولی اگه دی منفی باشه میگن دی منفی. اگه دی کوچیک باشه گروه خونی منفی میشه چون هیچی پدید نمیاد. اینم از این. بریم در مورد گروه خونی‌های انیمیشن ببینیم. ببین ما AB و O این 4 مدل رو در جوامع داریم که حالا اینا مثبت منفی هم توشون هست که میشه 8 مدل گروه خونی. خب بچه‌ها گروه خونی‌ها بر اساس گلبول قرمز، این رو قشای گلبول قرمز، چیزایی که هست به ما نشون دهنده این هست که گلبول گروه خونی اون طرف چیه. آقا مثبت منفی A B. خب ببین انواعش اینجا آوردیم. این آنتیژن های
قشایی و سطحی که رو گلبول قرمز هست به ما نشون میده. گروه خونی ممکنه آ باشه، ممکنه ب باشه، ممکنه آب باشه و ممکنه او باشه که هیچ روش نبود، خالی. ببین گروه خونی هم از پدر مادر به ارث میرسه دیگه، یعنی پدر مادر به فرزندشون گروه خونیشون رو میدن. مدل آ این شکلیه، مدل به همون شکلیه. او هیچی نداره، پس این میشه گروه خونی او. خب مثبت منفی هم که بهش اضافه بکنیم بچه‌ها دیگه مثلا میشه ب مثبت، آ مثبت و از اینجور مسائل. بگذاریم آقا بریم جلو. شکل کتابتون است بچه‌ها. رو کروموزوم شماره 1 ما علل بحث RH رو داریم که اگر هیچی نداشته باشه میشه منفی و اگر آنتیژن های سطحی داشته باشه میشه گروه خونی مثبت، که اینجا بحث بارز و نهفتگی رو مطرح میکنه. بچه‌ها رابطه ها 3 نوعن، یا بارز و نهفتگی، یا غالبیت ناقص، یا بارزیت ناقصه، یا همتوانیه. بین دی بزرگ و دی کوچیک رابطه غالب و مغلوبه یا هم بارز و نهفته است که اینجا اونی بیان میشه که حرف بزرگ انگلیسی داشته باشه. اینجا هم گروه خونی ABO که بچه آنتیژن های سطحیشون میبینید که البته کربوهیدراته که توسط یک واکنش آنزیمی وصل میشن به قشای گلبول قرمز، که میبینید تو گروه خونی او هیچ آنتیژن یا کربوهیدراتی وصل نیست. در گروه خونی RH پروتئین در قشای گلبول قرمز پدید میاد، در حالی که در گروه خونی اصلی که همون ABO کربوهیدرات به قشا وصل میشه، که این متن کتاب مهمه. بحث بارزیت ناقص هم تو گل میمونیه. ببین مثلا اگر ژنوتیپ گل میمونی آر بزرگ باشه رنگش میشه رد یا قرمز، اگر WW باشه میشه سفید یا وایت. حالا اگر RW باشه بین قرمز و سفید چی میشه؟ میشه صورتی. به این میگم بارزیت ناقص. نه این میتونه اونو شکست بده نه اون میتونه اینو شکست بده، میشه بارزیت ناقص. رابطه همتوانی چیه؟ آقا گروه خونی کسی که آنتیژن آ داره، آنتیژن که نه، کسی که ژن آ داره و آنزیم آ پدید میاد تو گروه خونی ABO نسبت به او برتری داره. ب هم نسبت به او برتری داره، غالبیت داره. اما AB نسبت به هم چیان؟ همتوانن. یعنی اگر کسی تو بدنش تو کروموزوم شماره 9ش آلل آ رو داشته باشه، آلل ب یعنی آنزیمی که آ رو بسازه، آنزیمی که ب رو بسازه و بیاد کربوهیدرات‌ها رو به هم وصل بکنه تو قشا، هم آ هست هم ب، خب گروه خونی چی میشه؟ میشه AB. به این میگن رابطه همتوانی. خب آقا بیماری ها یا مستقل از جنسن یا وابسته به جنس که میشه به کروموزوم X تو کتاب شما. مستقل از جنس ها غالب و مغلوب داره، یعنی آلل بیماری رو با حرف بزرگ میتونیم بنویسیم یا با حرف کوچیک انگلیسی. مثلا بیماری های مستقل از جنس مغلوب چیا هستن؟ کمخونی داسیشک، فنیکتونوری، زالی. اونایی که وابسته به ایکس هم باز غالب و مغلوب داره که ما مغلوبش رو کار داریم که بیماری هموفیلیه. بچه‌ها آلل بیماری مغلوبه با حرف کوچیک انگلیسی نشون میدن و روی کروموزوم ایکس به صورت توان نوشته میشه. بیماری مستقل از جنس مغلوب مثلا بیماری زالی، مثلا آلل سلامتیش آی بزرگه، آلل بیماریش آی کوچیکه. چرا؟ چون مغلوبه و چون مستقل از جنس هست دیگه رو کروموزوم ایکس نمی نویسیم. اگر ژنوتیپ یه شخصی آی بزرگ باشه طرف سالمه، زال نیست. اگر آی بزرگ آی کوچیک باشه چون آ بر آی کوچیک غالبه بازم سالم ولی ناقله، و اگر آی کوچیک باشه میشه مثل این طرف زال. به این همین سادگی. خب اما کروموزوم‌های جنسی مرد چیه بچه‌ها؟ X و Y. زنا چی؟ X و X. پس بیماری که وابسته به X رو کروموزوم X هم می‌نویسنش، نه رو کروموزوم Y که تو مردا هست. هموفیلی همچین بیماریه. بچه‌ها هموفیلی بیماریه که توش لخته شدن دچار اشکال میشه و خونریزی بند نمیاد. شایع‌ترین نوعش هم فقدان عامل انعقادی شماره 8 که از همون اول واکنش رو میزنه خراب میکنه و اجازه تشکیل لخته رو نمیده. بچه‌ها هموفیلی بیماری وابسته به جنس مغلوبه که با اچ بزرگ و اچ کوچیک نشون میدن. اچ بزرگ میشه آلل سلامتی یا علل سلامتی، اچ کوچیک میشه علل بیماری.
خب چجوری اینو می‌نویسن بچه‌ها؟ اگر ژنوتیپ یک شخصی X Y H بزرگ باشه، خب X Y یعنی مرد دیگه، H بزرگ هم یعنی سالم دیگه، یعنی مرد سالم اللحاظ هموفیلی. اگر X Y H کوچیک باشه مرد بیماره. اگر زنه این شکلی باشه زن سالمه، و اگه زنه H بزرگ و H کوچیک داشته باشه زنه میشه بیمار. حالا اگر زنه H بزرگ و H کوچیک داشته باشه چیه بچه‌ها؟ زنه نه سالمه نه بیمار. مگه میشه؟ نه، زنه ناقله. ناقل هم یعنی سالم بچه‌ها. ناقل یعنی سالمیه که ژنو داره تو بدنش و میتونه به نسل خودش بده، ولی خودش بیمار نیست توی هموفیلی. اینجا نکتهش آوردم. آقا لخته شدن چیه؟ لخته شدن یعنی این، ببین وقتی میگیم لخته شدن دچار اشکال میشه، یعنی این اتفاق رقم نمیخوره، رشته های پروتئینی فیبرین پدید نمیاد که بیاد اینا رو دور هم جمع کنه. کیا رو دور هم جمع کنه؟ پلاکت و گلول قرمز و بیاد زخم رو ببنده. به این میگن تشکیل لخته. بچه این واکنش های تشکیل لخته است که در نهایت به فیبرین میرسیم. این تو کتاب شما نیست، تو دهمه، به خاطر همین من اینجا خیلی سربسته گفتم. در نهایت ما فیبرین رو میگیریم که این فیبرین ما اینجا چی میشه؟ میره رشته های پروتئینی فیبرین ایجاد میکنه که این میاد پلاکت و گلول قرمز رو مثل یک تور ماهیگیری به دام میندازه و باعث تشکیل لخته میشه. خب اما صفاتی که ما داریم بچه‌ها صفات گسسته فقط نیست. یعنی چی صفات گسسته؟ آقا صفات گسسته یعنی این که تک ژنی دو آللی باشن یا تک ژنی چند آللی. مثلا RH بچه‌ها دی بزرگ دی کوچیک، گروه خونی ABO ABO. آقا شما هر کاری بکنی گروه های خونی 8 مدل که بیشتر نیست. شما نمیتونی 1000 مدل گروه خونی بیاری که 8 مدله. A مثبت، B مثبت، AB مثبت، او مثبت و منفیاش، آ منفی، ب منفی، آب منفی، او منفی. اینایی که دیگه تموم میشه بهشون میگن صفات گسسته. نمیتونی بیش از حد براش مثال بیاری، در حد چند تا هستن بچه‌ها. اینا فنوتیپشون بدون طیفی نداره، اما صفاتی هستن مثل صفات رنگ دانه ذرت یا رنگ ذرت، نوع ذرت. بچه‌ها اینا رنگ‌های مختلفی دارن. مثلا از قرمز تا سفید شما چند تا رنگ میتونی مثال بزنی؟ هزاران تا رنگ میتونی. مثلا یه ذره قرمز، یک کم قرمز، مثلا 70% قرمز، 30% سفید، 30 مثلا ممیز 0.1% سفید. انقدر رنگ میتونی مثال بزنی بین قرمز و سفید که آقا حد نداره. به این نوع صفات میگن صفات پیوسته. یا همون رنگ پوست انسان. آقا رنگ پوست انسان های مختلف تو میتونی بگی آقا رنگ پوست این سفیده، آقا میری مثلا یه رنگ دیگر میبینیم این با اون هر دو سفیدن ولی با هم متفاوتن. یا مثلا رنگای دیگه، رنگ مشکی، رنگ تیره، اینا با هم متفاوتن. نمیتونی دقیق بگی این رنگ دیگه وجود نداره عینش. پس به این نوع صفات میگن صفات چی؟ پیوسته، که آقا از یه طیف شروع میشه تا یه جا هست ولی ما نمیتونیم دقیق بگیم چند تا، بی نهایته. آقا شما میری توی کلاس قد طرفو میپرسی، میگه آقا شما قد چنده؟ میگه 1.72، یعنی 1.72 هم. حالا شما 1.72 سانتشو گفتی، برو تو میلیمترش ببین، برو زیرتر ببین. اینا همش چیه؟ اینا همش ایجاد چی میکنه؟ اون ریز. و شما نمیتونی قد یه شخص رو دقیق بیای مقایسه کنی، چون شما فقط تا سانتشو بررسی کردی، مترشو گفتی، نرفتی میلیمتر رو بررسی بکنی. به این نوع صفات میگن پیوسته. ولی قبلی ها میشدن گسسته. اونایی که پیوستن فنوتیپشون طیف داره و زنگوله‌ایه، یعنی از یه جا شروع میشه و طیف دار میشه. بچه‌ها رنگدانه ذرت این شکلیه که اینا تعداد آلل غالبشه. ببین باکس ها رو میبینی، این شماره 0 تا 6 که نوشته، یعنی توی هر باکس ما توی ژنوتیپ چند تا آلل غالب داریم. من تعداد فنوتیپاش من اینجا آوردم بچه‌ها، 1 3 6 7 6 3 1. خیلی مهمه، از این سوال خیلی احتمال زیاده که بدن. و نکاتی که هست بچه‌ها، این دو طرف رو میگن آستانه های نمودار، این وسط هم میگن میانه. اونی که 3 تا آلل غالب و 7 تا فنوتیپ داره از همه بیشتر فراوانیش. ببین نمودار فراوانی اینجا
نمودار X و Y دیگه و آستانه های نمودار هم از همه فراوانیشون کمتره. این میشه سفید سفید، این میشه قرمز قرمز. خب بریم مورد بعدی. یک بیماری هست به نام فنیلکتونوری که طرف مغزش آسیب می‌بینه. چرا؟ چون میاد از پروتئین های استفاده میکنه که فنیلآلانین دارن. فنیلآلانین آنزیم تجزیه کنندش در بدن این افراد وجود نداره و خب این به مغز آسیب میزنه. به خاطر همین اون نوزادایی که متولد میشن سریع بعد آزمایش از کف پا گرفته بشه که اینا خدای نکرده مبتلا نباشه و مغزشون آسیب نبینه. آقا بیماری های ژنتیکی چیا بودن؟ کمخونی داسی شکل، فنیلکتونوری، زالی و هموفیلی. اینا چیزایی که در کتاب شما مطرح شد. بچه‌ها مربع پانت خیلی مهمه. تو امتحان نهایی به احتمال 99% از مربع پانت سوال بدن، یعنی یه مسئله بدن که با این مربع حلش کنید. من اینجا فعالیت‌های کتابو حل کردم. میگه پدری گروه خونی او، مادر گروه خونی AB داره. برای فرزنداش چی رو پیش بینی می‌کنید؟ سریع میاد یه مربع می‌کشی، این کارو میکن. گامتو بنویس، اینجا مخصوص مادر، اینجا مخصوص پدر. هر چی که گفته رو بنویس. آقا مادر گروه خونی AB داره، بنویس. پدر او داره، یعنی او. اینا رو ضربدری در هم ضرب کن. آقا AO BO. خب آقا AO چی میشه؟ میشه گروه خونی A دیگه. AO چی میشه باز؟ گروه خونی A. BO چی میشه؟ گروه خونی B. BO گروه خونی B. به همین صورت. حالا مردی سالم قصد داره با زنی هموفیل ازدواج کنه. بازم یه مربع بیا بکش. زنه رو اینجا بنویس، مادر و پدر رو اونجا بنویس. مادره گفته چیه؟ مادره هموفیله، یعنی X H کوچیک X کوچیک. مرده چیه؟ مرده سالمه، یعنی X H بزرگ Y. اینا رو در هم ضرب کن. خب نتیجهش میشه این دیگه. اینا میشن ژنوتیپاش. حالا فنوتیپاش: دختر ناقل، پسر بیمار. دختر ناقل، پسر بیمار. بچه‌ها تو فصل 7 ریاضی دهمتون در مورد پیوسته و گسسته بودن توضیح داده که من اینجا آوردم. دقیق بدونید گسسته و پیوسته چی. میگه متغیری که اگر دو مقدار آب رو بتونیم اختیار بکنیم، هر چقدر بینشون بیایم یه چیز وارد کنیم. مثلا وزن یک دانش آموز میتونه 47 کیلو، 48 کیلو، 49 کیلو، حالا کیلو نه، برو گرم، هر عددی میتونی بذاری، به اینا میگن پیوسته. اما گسسته ها پیوسته نیستن، دیگه خیلی ثابتن. مثلا تعداد فرزندانی یک خانواده یا 2 تاست یا 3 تاست یا 4 تاست دیگه نهایت. حالا نهایت که میگم مثلا 10 تا. تو نمیتونی میگه فرزندان خانواده 1.5 1.14. این میگن گسسته که اون زنگوله دارها و اون طیف دارها اینا هستن. خب در بیماری فنیلکتونوری اون ژنی که سبب ساخته شدن آنزیم تجزیه کننده فنیلآلانین میشه خاموشه و برای تشخیصش هم از کف پای نوزاد خونگیری انجام میشه. تمام شد. این هم از فصل 3. بریم سریع فصل 4 هم بگیم که ابتدای ژنتیک و 4 فصل و نیم سال اول 12متون بسته شده باشه. زاده شدم من این بار، آماده شدم من واسه این کار، ساخته شدم من بی‌تاب